هفته خبر تو خبر داره براتون از ماه پرحادثه آبان و آخوندهایی که از ترس تحریم ها حسابی به هول و بلا افتادن و از همین حالا تلاش میکنن تا با این روزه ها بسیجی های وامونده رو سرپا نگه دارن. که امروز دوران بالندگی و حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی است. این تحریم ها و این فشارها همان نقشی را ایفا خواهد کرد که دفاع مقدس ایفا نمود. دفاع مقدس با همه بلاها و مصائب ایران را امروز به قدرتی بی‌بدیل تبدیل کرده است که مشاهده می کنید ماشین جنگی امریکا را در منطقه متوقف کرده. بله، این حجت الاسلام ابو تربچه به خیال خودش میخواد کاری کنه که بسیجی ها احساس پیشرفت و صعود بهشون دست بده، اما خبر نداره که چه سرنوشتی در انتظارشونه. حالا باید دید راه حل این جماعت برای مقابله با این تحریمات چیه؟ مقام وزرای تأکید بسیاری بر استفاده از کالاهای ایرانی رو دارن و مصرف میکنن. من همیشه تو مثالا میگم که فاصله کیفیتی بین کرباس هندی و فاستونی انگلیسی به اندازه محصولاتی که امروز ما داخل کشور تولید میکنیم و محصولات خارجی مثلا مثل یخچال، تلویزیون و لوازم خانگی و بقیه اجزا واقعا وجود نداره و این کیفیت‌های ما بسیار بهتر هستش. کالای داخلی همونقدر برای آخوندا راه حله که دویدن برای این بابا. ببینید کار به کجا کشیده که حتی این نونخورای عراقی رژیم هم صداشون بلند شده و به عنوان راه حل دنبال یک قاسم سلیمانی اقتصادی میگردن. ما مثلا رب گوجه ایرانی نداریم، پسکویت نداریم، ماکارونی نداریم، روغن مایع ایرانی نداریم. همه اینا رو نداریم که اینا همه اونجا هستش، داره تولید میشه، بهترین نوعیت هاشم اونجا تولید میشه، ولی ما متاسفانه استوک های ترکیه و اردن رو داریم وارد میکنیم. چرا؟ چون واقعا اقتصاد ایران به نظر من یه سلیمانی میخواد که این سلیمانیش تا حالا دوستان مثل که پیداش نکردن. امیدوارم که انشالله پیدا بشه تا هم اقتصاد ایران رونق بگیره، هم ماهایی که عاشق کالاهای ایرانی هستیم هم بتونیم از این کالاها استفاده. تنها نقشی که قاسم سلیمانی میتونه برای اقتصاد نظام بازی کنه یه چیزی تو این مایه هاست. آخوندا در حالی دم از کالای داخلی میزنن که زبان حال مردم ایران اینه. عرض سلام خدمت همه مردم ایران. امروز رفتم این لوله بخاری رو گرفتم 12,000 تومان. خامنه جنایتکار، چه به روز پول ملی ما آوردی؟ لعنت به تو و پدر مادرت، لعنت به دوستدارات. سهم مردم فقر و گرانی و مصیبت. بعد صیادای چینی ماهیای خلیج فارس رو اینطوری قلمبا میکنن. خلاصه این که توی این روزگار آخوندا و متحدانش فقط و فقط یه کار دارن، اونم چپاول مردم ایرانه.
این هم فیلمی از دوربین مداربسته یک امامزاده که از روی اون میشه فهمید که با چه وضعیتی در ایران مواجهیم. این وضعیت زندگی مردمه. بعد این آخوند تانگه خرج و مخارج رژیم در عراق رو اینطوری به رخ میکشه. بابا اوضاع احوال اقتصادی خرابه، قبوله یا نه؟ کجای عالم 30 میلیون جمعیت رو یک ماه پذیرایی میکنن یه ذره کمبود وجود نداره؟ این ویژگی حکومت امام زمانه. یه نفر گرسنه نمیمونه. بسپرید به مردم. تو جمهوری اسلامی هم میخوام داد بزنیم مسئولین. ببینید امت وقتی امت واحده بشن چقدر قدرت اقتصادیشون بالا میره. الان اینقدر زیادی دارن برای مردم سفره میندازن که ما داد میزنیم بابا یکم فتیله رو بیارید پایین، داره اسراف میشه. با اینکه وضع اقتصادی خیلی هم بگید خرابه، ولی چه کار دارن میکنن مردم؟ برنج بی قشنگی گوش میاد، شتر میارن میکشن، گاو میکشن، گوسفند میکشن. این همه امکانات داره میاد، بابا وضع اقتصادی مردم خرابه. صادق لاریجانی که خودش یکی از دزدای سرگردن است و یه عضو تو کار به چاپ بوده، حالا که فهمیده اوضاع خطریه و وضعیت انفجاریه، اومده توی تیوریش تا با این حرفا به خیال خودش اوضاع رو آروم کنه. یه عده‌ای خیال میکنن اگر 1000 میلیارد تومان مثلا سرمایه دارن این رو باید تو این فضا بکنن 5000 میلیارد تومان. خب این طمع ورزیشون هست. این طمع ورزی و این آزمندی خب به قیمت تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور هست و ما باید توجه بکنیم که خب این چیزی نیست که قوه قضاییه یا حاکمیت ازش عبور بکنه. مردم اما از هر طریق و به هر زبونی حرفشون رو میزنن، از فریاد توی خیابون تا طنز و ترانه. قیمت گوشت و مرغ کمرا رو میشکنه، عامل این همه گرونی یا دشمنه. وا بده ول بکن پول تو حسابا کمه، قیمت گوشت و مرغ شده بلای همه. آقای مسئول بازیش گرفته، میگه که جنسا بالا نرفته. بابام یه مرغو قسطی گرفته، پیش قسط اونم دستی گرفته. رئیس جمهور مشنگا یعنی شیخ فری در هفته گذشته چند تا وزیر جدید به مجلس معرفی کرد که خودش درباره نحوه انتخابشون اینطوری گفت: ببینید چه مملکتیه که اومدن یا نیومدن وزیر به استخاره بنده. هر یک از این وزرایی که خدمت شما معرفی کردم 10 ساعت روش فکر کردم، مطالعه کردم و مشورت کردم. البته استخارم گاهی با ما همراه نبود در این هفته‌های اخیر. بعضیا را ما دعوت کردیم به کار، دیگه چیکار کنیم؟ گفتن استخاره ما بد آمده. دیگه استخاره با ما خیلی همراهی نکرد در این ایام. شیخ فری گفت برای انتخاب هر وزیر کلی کار و فکر و تحقیق کرده. حالا ببینید این وزیر اطلاعات آخوندا داستان دوغکی انتخابش رو چطوری تعریف میکنه. ایشون گفت فلانی میدونم هر کدوم از اینجا بری کار رو انجام میدی، اما من الان برای وزارت اطلاعات یه نیرویی میخوام هم مورد قبول مقام معظم رهبری باشه، هم مورد اعتماد من باشه و شما رو دارم. بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت آورده میخواد. من با چه آوردی؟ دم آقای دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد گفت علوی تو آورده نداری؟ تو پسر فاطمه زهرا، از مادرت کمک بخوای بچهشون رو رها میکنن، تنها میذارن. اینجاست که بزبز قندی جوش میاره و یه جفت سیلی افسری میذاره تو گوش شیخ حسن. مگه الان عراق تحریمه؟ مگه الان هر پول ما چقدر پول عراقه؟ 12 برابر پول عراق الان باید 12 برابر پول ما باشه.
عراقی که تحت اشغال و جنگ و فلان بوده، اینا بی‌عرضگیه. اینا معلومه یا کسایی که سر کارن عقل اقتصادی ندارن یا سالم نیستن. اولین نتیجه بحران در نظام ولایت جلز و ولز مهره ها و کارگزاران حکومته. یعنی هر کدومشون تلاش میکنن تا به شکلی به وضعیت خرابشون اعتراف کنن و اینطوری خودشون رو از مهلکه در ببرن. دولت مردان عرضه و توان مدیریت هاشون رو ندارن. وزیر قول میدهد ولی نمیتواند مدیر نالایق و پروازی خودشو عوض کند. تا که باید شاهد این بی‌عرضگی و روزمرگی دولت مردان باشیم؟ حرف زدیم، گفتار درمانی کردیم، یک فاصله طبقاتی عجیبی بین دولت مردان و نمایندگان مجلس با مردم عادی وجود دارد. البته این میزان از ترس این جماعت قابل فهمه، اما حواسشون نیست که نتایج این ترس رو کل نظام آوار میشه. على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. این اعضای مجلس ووش کارشون اینه که صبح تا شب تو مجلس یا بخوابن یا بزنن تو سر و کله هم دیگه. در آخر هم ببینید رئیسشون چی میگه بهشون. تشکر میکنیم هم از اعضای دولت که امروز در خدمتشون بودیم، هم از نمایندگان محترم که خیلی حوصله کردید امروز از ساعت 1 تا حالا و بحث نسبتاً طولانی رو طی کردیم. ما امروز به اندازه 2 روز و نیمی کار کردیم، دیگه فردا رو نمایندگان تشریف ببرن. تا آخر هفته ما جلسه نداریم. دعوای دلواپس و دلارام هم همچنان ادامه داره و روز به روز بیشتر میشه. تو یکی از جدیدترین نمونه‌هاش پاسدار قاسمی ممجباد ظریف رو اینطوری مورد عنایت قرار میده. و چی با اون عکس میگیری؟ Because he's my friend. ما هم البته شکی نداشتیم، میگن هر کی میخواد بشناسی از رفیقاش بشناس. آقا اینا رفیقای شما، همه شما گرم. معلوم هم خودت کربلایی رفیقات هم مشتی هست. اگه اینا رفیقات اون میخوای بشناسی because he is my friend. وندی شرمن و فابیوس و جک استرا و اینا همه your friend. میدونستیم اینا رفیقای شما. دعوای ما هم سر اینه. چرا رفیقای توی وزیر خارجه من انقلابی خاک بر سر توی و اونان خاک بر سر من کنن که تو رو انتخاب کرد. این جوجه تئوریسین نظام هم از ترس سرنگونی دست به دامن اسرائیل شده و میگه اگه رژیم سرنگون بشه برای اسرائیل بد میشه، چون بسیجی‌ها مجبورن از ایران بذارن برن اسرائیل رو ناامن کنن. احمق ها، اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه حداقل 4-5 میلیون آدم از اینجا میریزن، فقط سوژه دیگه ندارن دیگه، بیان اسرائیل. بیچاری جلو 10,000 نفر آدم حزب الله نتونستید بیستی شما. من خودم نفر اولم. فردا میایم اونجا شروع میکنیم سیخ زدن. باباتون در احمق ها، شما عقل لااقل داشته باشید. برید دعا بکنید الان سرگرم خود جمهوری اسلامی ما. میخوام واسه کی سخنرانی کنم نمونده. تفنگم که ساختم دیدید. یکی نیست به این جوجه بسیجی بگه الان که رژیم سرنگون نشده شما با یه پخ قالب تویی میکنی، چه برسه وقتی که سرنگون شد. داستان سگ دعوا در نظام ولایت فقط به سران رژیم محدود نمیشه. توی تیویریش هم سر یه مشکل فنی اینجوری شبکه‌های مختلف میزنن به تیپ و تاپ هم. سلام، شب شما بخیر. از شما مخاطبان خبر شبانگاهی به خاطر اینکه پخش شبکه 3 در اقدامی غیر حرفه‌ای و هماهنگ نشده پخش خبر رو به تعویق انداخت عذرخواهی میکنم. بابا ناسلامتی شما مال یه تلویزیونید،
وقتی اینجوری میز همدیگر رو چپ میکنید خب نتیجهش خیلی ضایع میشه که. البته سوتی‌های تیوی ریش هم ادامه داره و هر بار یه چشمی جدید رو میکنن. در خدمت شما هستم با خبرهای 18 تهران و اینکه خب من یه اشکال فنی خب بینندگان گرامی از شما دعوت میکنم به یک گزارش گوش بدید، بعد مجددا من در خدمت شما هستم. فکر کنم گزارشمون آماده نیست. این هم داستان مافیای حکومتی در نظام ولایت و انعکاسش در تیوی ریش. 40 سال هی گفتن نظام اسلامی، حالا خودشون اعتراف میکنن که نظام تشکیل شده از یه مشت باند مافیایی. در شرایطی که وزیر سابق صنعت معدن تجارت زورش به مافیای واردات خودرو نرسید و سایت چند دقیقه هک شد و چند هزار خودرو وارد شد، جلوی هکی که من میگم چند تا علامت تعجب لطفاً تو پرانتز ببینید. در شرایطی که بانک مرکزی زورش به مافیای تعیین قیمت دلار تو کوچه پس کوچه‌های ارباب جمشید نمیرسه و در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش هنوز زورش به مافیای کنکور نرسیده، آرزو میکنم برای وزیر محترم ارتباطات که زورش به مافیای پیامک ارزش افزوده برسه. در انتها توجه شما رو به حرفای یه هموطن اصفهانی جلب میکنیم که بعید میدونم خود اصفهانی ها هم درست تشخیص بدن که چی میگه، یعنی خیلی اصفهانی تر از این حرف هاست. ندارم هر نن قمری هم اینیوه تون خریدش ازیمر به تاسی چونا پاچن رو حسین واده دست کرده یزده واده هستن واده سالونا با کومه سرگونا کلوشاده پیل و اگنا سیر کریزونه ده قلبی جب خود ولایشون باید دردی دورچه اتول خریدن بعد واگیر کومه چارزه قلوم خاصا تا به نروز آبگه آنه قلب و زیادی زیادی گو واده که نبا مبارکه ولی لنجا خولنجونه دارگونه سر خاتونه سده به اندونا دورچه ها به دالارگونه کرمه